این کلمات را به 30 نفر برسان، به 30 نفر روان کن، به 30 نفر شیر کن، به 30 نفر ارسال کن، به 30 نفر اشتراک گذاری کن. وقتی که او 30 نفر بخواند، گوش کند، برای 5 میلیون و 2 لک ثواب میرسد. سبحان الله. باز آن 30 نفر هر نفری به 30 نفر دیگر روان کند، اشتراک گذاری کند. پس تو ای برادر، ای خواهر، در قدم اول اشتراک گذاری کرده ای، 4 میلیارد و 680 میلیون نیکی حاصل کرده ای. سبحان الله، چه تجارت بزرگی. برادر و خواهر امت اسلامی، این سخن را تا آخر گوش کن، بعداً خودت فیصله و قضاوت کن. رسول معظم اسلام صلی الله علیه و سلم فرمودند: کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان علی المیزان خفیفتان علی اللسان. فقط 2 کلمه است، 2 کلمه است که به زبان گفتنش خیلی آسان است، اما در ترازوی اعمال بسیار سنگین است. این 2 کلمه مبارک در نزد الله سبحانه و تعالی خیلی محبوب است. دوستان عزیز، یکی محبوب است، یکی دوست داشتنی است، یکی زیاد محبوب است. اما من و شما دوستانی داریم، لیکن دوستان من از هم تفاوت دارد. بعضی دوستان ما زیاد محبوب است، نهایت محبوب است، که میگیم دور از ننگ و ناموس هیچ چیز راست تو دریغ ندارم، در قلب من جای داری. آن 2 کلمه کدام است؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. دوست عزیز، بعد از شنیدن و گفتن این مطالب را به 30 نفر برسان، چی از طریق تلفن، چی از طریق پیام، به هر طریقی که میرسانی این کلمات را به 30 نفر برسان، به 30 نفر روان کن، به 30 نفر شیر کن، به 30 نفر ارسال کن، به 30 نفر اشتراک گذاری کن. وقتی که او 30 نفر بخواند، گوش کند، برای 5 میلیون و 2 لک ثواب میرسد. سبحان الله. باز آن 30 نفر هر نفری به 30 نفر دیگر روان کند، اشتراک گذاری کند. پس تو ای برادر، ای خواهر، در قدم اول اشتراک گذاری کرده ای، 4 میلیارد و 680 میلیون نیکی حاصل کرده ای. سبحان الله، چه تجارت بزرگی. معلوم نیست که مرگ چی وقت می آید. این را برای خود صدقه جاری بگردان، فقط 1 دقیقه وقت تو را زیادتر نمی گیرد. پس همین اکنون به دوستان خود ارسال کنید. اجرتان با خدا. نور فی الظلمات